گایز بچه‌ها، ما اومدیم با یه ویدیو دیگه. امروز تو این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم چطور یک جیمیل یا ایمیل برای خودمون بسازیم بدون اینکه به گوشی فروشی یا جای دیگه ای ببریم. اول وارد برنامه ایمیل میشیم و میریم روی این بخش کلیک میکنیم که اینجا جیمیل خودمون نشون میده که من 2 تا جیمیل دارم، یه دونه اینه یه دونه این. و میریم اینجا اگه میخوایم یه جیمیل جدیدی واسه خودمون بسازیم بچه‌ها باید یه کاری انجام بدیم. میریم اینجا دکمه add enter account رو میزنیم و میاییم توی این قسمت میگه چه جور جیمیلی میخوایم بسازیم، وصفش به گوگل، یاهو، اوتر یعنی چیزای دیگه. این دو تا که اصلا فکر نکنید، یا یاهو یا گوگل، که من بهتون گوگل رو پیشنهاد میکنم انتخاب کنید. حالا ما کلیک میکنیم روش، اینجا میخواد اثر انگشتمون رو بزنیم که ما میزنیم. میتونستین اون پایین دکمه رو بزنید، اگه اثر انگشت نره رمزتون رو بزنید. خب اینجا میخواد یه چیزی بنویسید، مثلا برای مثال مینویسم اصلا نه با خط فاصله بذارید بچه‌ها. خب بعد میاد وقتی یه چیز نوشتیم، حالا من اسم فامیلیمو ننوشتم، فقط اسممو نوشتم با یه فامیلی، درست اسم فامیلی خودم رو نوشتم. بعدش میان اینجا یه اساین مینویسین، بعد مینویسین اینجا واسه من خودش آورد مثلا outlook.com yahoo.com و gmail.com که من gmail.com چون به گوگل وصل کردیم باید gmail.com بنویسید، اگه یاهو وصل میکردین yahoo.com. و اینجا میتونیم اینطوری بنویسیم. ولی اگه میخواین تازه بسازین باید بزنین create account، بعد مینویسین این دکمه بالایی رو میزنین، اینجا یه اسم ازتون میخواد و یه فامیلی که اختیاریه، میتونین ننویسین. حالا من نمی نویسم. بعد اینجا خیلی مهمه، اینو به خاطر اینکه خودتون نمیسازین، در اصل به خاطر همین سالشه، اصلا ماه اینا رو ولش کن. یه چیزی برای خودم میزنم و اینجا که ما مردیم میزنیم میل و به خاطر همین میایم اینجا. اصلا نمیدونم فیمیل یا میل کدوم مرد بود یادم نیست، کاستومیزت میزنم به جاش، اصلا میزنم رانتوستی. و اینجا سالش مهمه که بچه‌ها باید بزنین 1998. بعد نکست. اینجا یه جیمیل ازتون میخواد که من همون جا نوشتم، اینجا هم مینویسم. خب میزنم @gmail.com. البته gmail.com رو نباید مینوشتم چون بنظرم اونجا خودش داده، آره خودش مینویسه اون ادامهش رو. اینجا یه پسورد ازتون میخواد که حالا هرچی میتونید بنویسین و من اینجا یه استوب میکنم و حالا من یه پسورد واسه خودم انتخاب کردم. میام نکست رو میزنم و تمام. این شد یه جیمیلی که ساختیم. میایم پایین این اگره میزنیم. حالا اینجا سرویس داره کارش انجام میده و ایزی به همین راحتی یک جیمیل جدید ساختیم و حالا میتونید از همین جیمیل یعنی استفاده کنید. اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک، کامنت و ساب یادتون نره. خداحافظ تا ویدیو بعدی.